دادم اصلا آقای میرزا پان ترکیست چیه؟ دیدم بنده خدا میخنده. گفت که برادر میدونی یعنی چه؟ مثلا میگن پان ترکیست، پان فارسی، پان عربی، پان کردی هست. یعنی منظورشون اینه مثلا شما طرفدار ترکا هستی، طرفدار مثلا فارس هستی. گفتم ای داده بیدار، والا یه بنده خدا به ما مسیج زده میگه آقا شما پان ترکیست هستی؟ گفتم والا من بلد نیستم، اول شما باید به ما توضیح بدی که پان ترکیست چیه تا من بعد برات بگم. حقیقت حق و باطل نه. بعداً خواهی متوجه شد که بنده فقیری بیش نیستم و یه امانت معنوی اقتصادی سیاسی برای ایران، منطقه و جهان رو دوشم هست، ولی در این سرزمین ای اجازه داده شد من صحبت کنم. دوست برادران عرب من بدون رو درواسی گفتن آقا ما کشور عربی اجازه ای صحبت ها را نمیتونیم بدیم و هر کسی هم نمیتونه. ما اینا صحبت هایشه و میترسیدن، ولی در این سرزمین هیچ احد الناسی به بنده یه مسیج هم نداد که آقا تو چی داری میگی اینجا. 96 که به جز محبت و اینا بیرون رفتیم و با زبون ارکن با توسط عزیزانمون، خواهر برادران، مترجما تا این 12 سال اینجا به ما خوش گذشته و اون 4% حاکم دولت ترکیه هم هیچ کدوم اینجا حق و باطل عالم بی انتها شاهد داره ما را اسکن میکنه. از بنده چیزی نه، ولی از شرق و غرب اومدن تو همینجا با من و من میخواستم بخرم که یا معامله کنن یا ما برم سمت غرب یا برم سمت شرق. تعارف هم نداریم. خود دو حزب آمریکا اسناد وجود داره، گذاشته تو کانال. هم حزب جمهوری جداگونه با بنده میخواستن، هم حزب دموکرات آمریکا، که بعد حتی دموکرات‌ها میگفتن شما بیا با سلطنت طلبها و با احزاب در آمریکا گفتگو بکن، بعد شما برو ایران. بعد خودشون میگفتن اصلا شما بیا کوروش بشو، ما بریزیم پشت سر شما، شما رو ببریم تو ایران و به نام. گفتم همچین چیزی نیست. بنده حق و باطل وسط نداره، یه مأموریت برای گفتن حقه و 7000 سال گذشته و آینده است. من دنبال کوروش و دنبال آمریکا و شرق و غرب نیستم. ولی اینجا کسی با ما همچین سوالاتی چیزی اصلا نشد تا الان. اینه که برام ترک اینجا سخته. خیلی دوستشون دارم و اگر عزیزانی پیدا بشن روزی که من از در خونه حرکت میکنم به سمت فرودگاه و به سمت ایران زمین، اون موقع نیروی سوم چیزایی را اینجا آزاد خواهد کرد. بعد کدوم میتونن بهتر ببینن و اگر کسی دنبال معنویت هست، میخواد پروردگار، حقیقت عرفان، میتونه اون روز تو همین لحظه، حالا صبح زودم از ما به سمت فرودگاه میتونن بکنن در پروازی که من هستم میتونن ببینن. همونطور که ما به عزیزان ایران گفتیم آقا اگر کسی عاشق ایران و سازندگی و دلسوز ملت ایران، منطقه و جهان و دنبال صلح جهانیه، آقا تا استانبول تشریف بیارید. بنده فقیرم یه بلیت دیگه بگیرم برای شما. اگه دیدید قدرت نیروی سوم و حقیقت را، بعد برید ایران. اگه ندیدید برگردید که نیومدن تا امروز. بله و این حقیقتیه که هست. حالا ان روز دوم اردیبهشتم ما آماده هستیم. گفتیم پروازمون هم برای همین زودتر گذاشتیم. گفتیم بنده کسی درخواست و شاید کسی خواست بره یه بلیط تو هواپیما بگیره، خب بگیره بیاد. پرواز معمولی هم هست. پرواز معمولی، بله پرواز معمولی. حالا ما هم که خودمون نمیخوایم عزیزان فشار میان، ما گفتیم مثلا بیزنس کلاس میان، واقعا بنده همون تو دوم هواپیما بذارن خیلی هم خوشحال. ولی محبت میکنم، بالاخره سالها کنار عزیزان بودیم تو مسائل اقتصادی، به ما محبت میکنن هم میشه. حالا از کویت و این برا دیگه ما مثلا بیزنس ما رو سوار میکنن اینا، والا مهم نیست اینا. ولی به خاطر عزیزان ما مجبوریم بشینیم تو اونجا. پرواز معمولیه، همه چی هم لوکیشن هم ما دادیم، سوار میشیم. شاید کسانی هم بخوام برن تو پرواز بلیط بگیرن میتونن باشن، میتونیم اونجا با هم گپ و گفتی بزنیم، میتونیم اونجا به پروردگار نزدیکترین صحبتی بکنیم. سوال من همین بود که شما جواب دادید. بله توی سفر با هم گپ و گفتی هم در هواپیما بزنیم تا وقتی بنده میگم که دجالان را با کد شیطانی و با شیطان خدایی، حالا ملت هندم بسیار ملت خوزمه که از هندوستان میارن وارد ایران کنن برای غارت ایران، منطقه و جهان به نام خمینی جعلی یا احمد منیر. و او چه شرایطی داشته با پرواز ایرفرانس و تمام مراکز اطلاعاتی جهان و دجالان و سارقین ثروت خاورمیانه و کل جهان پشتیبانیش میکنن و با ایرفرانس میارنش. حال اون هست ویدیوهاش. حالا بنده یه فقیرم، ترک اینجا برام سخته، اومدم به سمت ملت من مشاهده کنن دیگه، از دم خونه، از تو پرواز، از ورود به فرودگاه. ما گفتیم با کسی جنگ و اینا که نداریم، گفتیم اگر کسی دوست داره میخواد بر علیه بنده جنگ، ما تسلیم بیان بجنگن.
بیان آقا هر کاری دلشون بخواد، ولی ما هیچ کاری نمی کنیم. ما فقط کارمون گفتنه، اعلام میکنیم حق باطل، وسطی وجود نداره. بله اینم پس شما سوالم بدون جواب داشته بودم سوال بله کنم. در خدمت. بله. و یه موردی که برام خودم سوال بود، بارها تو پیاماتون شما اشاره کردید که مأموریتتون تک نفر است و خودتون هستید، هیچکی کنارتون نیست. خیلی برای من جالبه این. بله اینم جالبه. بله هزار بار بنده گفتم بله این حقیقتیه. خب در این اسنادم وجود داره که ما در اون کتابا هست. بله اسناد ماورایی هست، بذار راحت دیگه داریم لخت و اوریان میشیم، داریم نزدیک به وطن اول و ازلی خود میشیم. بله تمام این اسنادی که من دادن، بنده از تولدم تا همین الان که خدمت شما هستم تک نفره هستم. الان خود بنده مثلا از شما خواستم که اعلام بیاید یه همچین یا عشق به وجود اومد. بله یه عشقی به وجود اومد شما. حالا همینجور گورباچوف امپراتور شوروی سابق که اسنادش تو کانال هست، یا دکتر بخشوری یا شیخ کویت یا اینا، یا حتی دولت رفسنجانی یا این عزیزانی که به ما بودن، اینها خودشون یه جوری اومدن پیش فقیر. من که اصلا قابل اینا نبودم که فقیری بیش نیستم. خب بله این یک که با تنهایی سنده دادن. اینجام که ما اومدم این کار آغازم، حالا شما رو بعد ما میایم اسرار تو ایران میدیم که دقیقاً ببینن هر آنچه که از زبان من اومده، هر آنچه که نوشته شده در اون کانال افشاگر و هر جا سندش وجود داره که حرف بنده نیست، حقیقت شفافشون ماورایی است، اسکن شده طبق اسکن. من حرف زدم طبق اسکن رو اسناد گذاشتم، پس میشه یکه و تنها، اصلا دوی وجود نداره. ایچش بله دو شما زحمت کشید الان اومدید خب صحبت بکنید. این صحبت بنده فقیر همین الان شما فکر کنید پشت سر من اون انرژی شاید هم شما مشاهدهش کنید داره میاد، پس باز میشه یک دیگه. خب منم خودم کاری نیستم، باز میشه من اسمش رو نیروی سوم. حالا یه عزیزی هم میاد مثلا مینویسه میذاره تو کانال، خب بنویسه بذاره، سواد دیگه، سواد زمینی است. خب بندم که میگم نیروی سوم. پس اینجا یکه و تنها اوست که ما در ایران دیگه گفتم دیگه بردیم تا لب دریا، هنوز لختش نگیم. تو ایران دیگه لختش میکنیم، میبینن که یکه و تنها کیست که این مطالب را نوشت، این مطالب را اعلام کرد، معنوی اقتصادی سیاسی. پس اینجا یک وجود داره، دوی وجود نداره. نیروی سومی هم که بنده فقیر میگن یه دفعه سوال زیاده اشاره کردم ما تو ایران بازی بود. نیروی سوم هم پس میشه همون نیروی اولی و ازلی عالم بی انتها. ولی کلمه سوم، چون بعضی مثلا یکی اومد آقا این کجام یه حزب گفته نیروی سوم، گفتم صبور باشید عزیزان، 7000 سال گذشته است با آینده که هنوز نطفش بسته نشده. من نمیتونم برای تو نیرو سومه. صبور باش، پله به پله بریم. مگه شما نرفتی کلاس اول درس خوندی؟ مگه نرفتی دیپلم گرفتی؟ حالا یکی میگه 7000 سال گذشته آینده تو میخواد بده، حالا روز اول تو میخوای تو اونم تو اینستا تو تلگرام هزاران مسیج برای یه فقیر، خودت هم میگه من آقا آشنا نیستم با تکنولوژی، میخوای بیایی 52 سالم بنده فقیر طول کشیده تا فهمیدم نیروی سوم چه، بعد تو توی مسیج بهت بگم نیروی سوم؟ میتونم بهت بگم نیروی سوم اولی و ازلی و اولی همه عالمه. ولی اونه بعد نشون میدیم تو اسناد که چرا من گفتم سوم. او سوم را اونه بله اونجا دیگه لخت و اوریانش میده. بله وقت طولانی میشه. سوال بله. برام الان مطرح شد، فرموده بودین که باطل حق رو بهتر میفهمه از 96% که به حال جعل شده تو تاریخ. چرا این باطل الان شما رو میبینه، این هدیه شما رو میبینه به بشریت که آزادی و صلح و رفاه دارید میارید با آگاهی ده، چرا تسلیم نمیشه؟ احسن. ببینید دقیقاً گرفتن خود حقم ما دیگه باید لختوریان بسیار سخت و وحشتناک و همون 1% شاید حق بگیره. باطل هم باز هم کار 1% است، بعد بقیه رو میزنه. این حقیقته. ببین اینا رو نگفتن به ما توی 7000 سال که آقا اگه حقیقتی هم تو زمین مثلا توی لوکیشن ها 1%، باطل هم ها 1%. حالا باطل بله کاملا حقیقت متوجه میشه، ولی چون گذشتگان اینا فکر کردن که مثلا شاید این زمین کوچیک باشه، شاید آقا به ما چیزی نرسه و کد زمینی و پروردگار عالم شفافش کنیم که مهربانه، یعنی پروردگار خودش هم باطله هم خودش حقه. شیطان خدایی یعنی هم حق هم باطله. حالا چرا ما اینا رو در ایران
برای که او عاشقه. شما میری بری جهنم باد میاد تو جهنم، میری بری بهشت هم باد میاد. خب حالا اون اومده، اون 1% او زمان 7000 سال پیش فکر کرده کم بیاره، گفته همش مال من باشه. حالا او یه جوری خبر میده در گوشه طرف حق که بابا نترس، کم نمیاد، زیادم میاد. آقا نمیتونه. اینجا میره سمت باطل و همون شر یا انرژی منفی یا ضلالت. خب حالا این دیگه وقتی اومده مثلا 100 سال گذشت، بعد حالا 1000 سال گذشت، الان شده 7000 سال، این دیگه سخته که اینه ترک بکنه، چون خودش هم میدونه، تعارف هم نداره، میدونه که 99 هم باطل را پذیرفتن، یعنی کد شیطانی را، شیطان خدایی را پذیرفتن. خدای شیطانی باید یه 1% باشه که بیاد خبرها رو بده. این وجود نداشته توی 7000 سال، تعارف نداریم، الان به وجود اومده. بنده فقیرم مأمور شدیم، بقالی هم برای بیام این خبر بدیم. پس اینه که بله باطل زودتر میفهمه و حتما باطل الان 3% جهان متوجه شده که این بنده فقیر الان میتونم شما رو اینجا استقبال کنم، با هم بریم بیرون کافی شاپ و مترو بوس و اینا بریم سوار شیم و ما اومدیم حقیقت گفتیم. حالا فقط گیرش ملت ایرانی که ته چیز نگه داشته بودن و در خط مقدم جبهه جعل معنوی اقتصادی سیاسی و این قدرت حقیقی در ایران وجود داره، در اون سرزمین معنوی اقتصادی، یعنی هم حق وجود داره هم باطل، هم کد شیطانی بوده یعنی شیطان خدایی و هم خدای شیطانی. ولی متاسفانه ما رو تو بخش باطل و تو بخش جعل معنویت و اقتصاد و سیاست در سرزمین ایران نگرش رفتن جاهای دیگه را در این حد توی لوکیشن که خودشون فکر می‌کنن آباد کردن. این بوده که بله ما باطل چون متوجه شدن، بنده فقیرم دارم هر دم. ولی 96 چون بی خبر بودن بندگان خدا و اسیر دست این 3% و فرعون بودن، یکم برای اونا شناختش سخته. ولی اینم لحظات حساس و آخر که شد خود نیروی سوم همه را بیدار کنه. پس اینجا آقا جون بذار شفاف لخت اوریان توی 7000 سال یک کسی درخواست درستی نداشته که بدون حقیقت، حق، معنویت، اقتصاد و سیاست کجاست نخواستن، همه دنبال زندگی شخصی خودشون. این که هست. حالا ان در ایران بیشتر باز بکنن. موفق باشید ان شاء الله. از من سوال میکنن دوستان خیلی زیاد که روز دوم اردیبهشت مردم چه کار کنن. من نظر شخصی رو بهشون گفتم، منتها دوستان شما نظرتون رو بدید. من گفتم که اون برداشتی که من دارم شخصا اینه که ارتباط قلبی که مردم دارن، پذیرش قلبی و اون عشقی که برای حضور شما دارن خیلی مهمتر از حضور فیزیکیشون اونجا هست. اون مادری که دور تو روستایی هست و سختشه، شما راضی نیستین و عشق هم داره بیاد تو فرودگاه، بله. از همونجا انرژی رو برای شما بفرسته، اصلا معجزه میکنه برای احسن، دقیقاً. خواستم ببینم درست بود. بله ببینید این وقتی کسی معنوی اینه دیگه، معنوی کتاب و قلم و خودکار و اینا نیست، معنوی یه باوره. خب حالا اگه شما روی باور کار کردید، خب اگه شما رو باور کردید آقا پروردگارم که قدرتمنده باید بیاد اینجا در منزل شما، اینه که باوره دیگه. ولی اگه شما میخوای بری حساب کتاب ریاضیات بکنی، فیزیک و نمیدونم قرآن خوندی و حفظ کردی و نمیدونم نماز چقدر خوندی و اینا، بعد بگی که حالا من خدا، اون نمیشه. این معنویت یک باوره. حالا اگر ملت ایران حتی منطقه و جهان باور کنن که اینجا یه حقیقتی وجود داره که یه فقیری داره استخوناش میشکنه اومده خبر بده، خب اینا اول هم خودشون آزاد میشن، هم اون انرژی ماورا یا نیروی سوم به بندم اجازه میده که بیشتر باز بکنیم. خب بله خیلی کسان نمیتونن، کاری از دستشون ساخته نمیشه تو اون 96%. او تعداد او کسانی که میتونن باید باطنی و ظاهری نشون بدن. یعنی وقتی ببین با زبون ساده اون دجال کد شیطانی را به نام احمد منیر، به نام خمینی جعلی، او خمینی کجا کشته شده، اینو میارن تو ایران و میخوان ایران غارت بکنن، مردم میریزن تو فرودگاه. اون ماشینم نمیدونم اون زمان من اسمش یادم بریزل، او بریزل رو هوا بلند میکنن و شیطان خدای اینا رو میبره برای سخنرانی تو قبرستان مردگانی که از این دنیا ترک کردن. مثلا که گفتم براشون باید سلام و درود برفرستی. شما باید از راه دور به مردگان سلام و درود برفرستی. دیگه حق نداری که زنده ها رو ببری اونجا، که شما باید برای اونا سلام و درود برفرستی. در ضمن صحبتم اذان این مسجدم بلند شد، حالا دیگه نمیدونم قصه چیه، بالاخره اذان دیگه، حالا اسم، حالا هر جوری هر کی اعتقاد خودش، پروردگار عظیم‌تر از این حرفا. پس اینجا چیه؟
اینجا شما برای مردگان سلام و درود. حالا جعلی رو که میارن ماشینش هم برای خودشان میبرن تو ماه، شما رو میبره قبرستوناتون آباد میکنه. یعنی قبرستونی که اصلا میره به یه سفر بی انتها و از اول و ازل براش آباده، اینجا تو زمین باید بیاد زمینه برای شما آباد کنه، نوید خوشی و شادی به شما بده، نوید حل مشکلات اقتصاد و سازندگی، همه در رفاه و اینا باشن، جنگ نباشه. حتی اگه یه کسی هم میخواد حمله بکنه جنگ بکنه با یه منطق یه چیزی اگه گرفته معنوی حقیقت داشته باشه و اقتصاد و سیاست، خب حتی نمیذاره مثلا نمیذاره صدام حسین هم به ایران حمله بکنه، مگه نه؟ ولی اینا همه شیطانی است. چرا؟ این کد شیطانی وارد شده و کد شیطانی باید اون جنگ هم میشده. اون جنگ هم مثلا تو قرارداد 200 ساله بوده، همون جنگ ساختگی، همون که بنده گفتم که شما رنج ساختگی با رنج هدایت شده فرق داره. حالا این کسی که میاد به عنوان امام اگه این هدایت شده بود جنگ هم وجود نداره، اصلا جنگ امکانش نیست بشه، چون اگه هدایت شده. ولی چون ساختگی هست، اون امام ساختگی، معنویت و اقتصاد ساختگی است، وارد مملکت میشه، شما رو میاره تو قبرستان. از لحظه اول هم شروع میشه کشت و کشتار و اعدام و خونریزی و بعدم جنگ 8 ساله و الان هم 45 ساله تازه حالا اولشه. میخوان بگن نمیدونم امام زمانم صبر کنه تا او ظهور کنه، بعد بیاد قلع و غم کنه، بعداً بیاد به شما خیر بده. خب اینا همه جهل دیگه، این جهل. بنده فقیر گفتم نه آقا جون اصلا اینا نیست. شما اگر با معنویت و اقتصاد حقیقی و سیاست حقیقی امانتی برای ملت ها داشته باشید، اصلا اون لحظه اول شادی و عشق و ایناست و این انرژی هم به سمت مردم میره و همه بیدار میشن و امیدواریم که بنده فقیری امانتی که مربوط به ملت ایران بیاریم و چنین اتفاقی خواهد افتاد و ایران و منطقه و جهان اولین بار بعد 7000 سال به حقیقت میان و ببینن حقیقت چه لذتی داره. هیچ چیزی در حقیقت به جز شربت و شکلات و زیبایی و عشق و بخشش و دوست داشتن و اینا نیست. چی گفته توی جهان مردم نمیدونم از صبح تا شب دادن این بدهی بدن، بدهکارن، نمیدونم بچهش مشکل داره، فامیلش مریضه و ثروت بی انتهاست در حالا. خب من اینو اومدم بگم، ما اومدیم گفتیم کنسرسیوم ایران زمین برای هزاران نسل‌های آینده توش ثروت هست. چرا باید مردم ایران فقیر باشن؟ چرا اصلا جنگه؟ آقا اصلا چرا صحبت اینقدر از نظامیگری و جنگ و کشت و این عجیبه؟ خب این کار شیطان خدایی است دیگه. تروریست و جاسوس. خدای شیطانی به تو میگه آقا بیا برو شربت بخور، برو بگردید، برو عشق کنید، برید با هم دیگه ازدواج کنید، به هم خیر برسونید، به هم بخشش کنید، مرزا رو بردارید. این تکنولوژی اومده که شما با تمام جهان بتونید رابطه برقرار نزدیک بشید. اینا هدف بوده. حالا ان شاءالله دیگه 2 اردیبهشت زیاد دور نیست، میام ایران و در اون تلویزیونی که ملک ملت ایران و گفتیم ایران برای جهان، جهان برای ایران، ملک کل جهانه، جهان مال همه است. آمریکا که مال آمریکایی‌ها نیست، من اینو قبلا گفته بودم. ایران مال ایرانی‌ها نیست، عربا مال عربا نیست، ترکیه مال ترکا نیست، هند مال هندیا نیست، مال همه است. بله عین خانواده است. شما یه خانواده یه پدری 5 تا 6 تا فرزند تو خونه، همه میخوابن ازش استفاده کنن. این زمین ملک تمام این بشر 8 میلیارد 100 میلیارد هر چی میخواد بیاد تو، هزاران میلیارد، این مال همه است. راجع به آزاد کردن کد فرمودید، خواستم تشکر کنم از فرصتی که به ما دادید. این منطقه و ساختمان و فضا رو دیدیم و با برادرمون که نگاه میکردیم میگفتیم جناب دورکی اگه بیان این کدها آزاد میشه، این رفاه برای مردم ایران، منطقه و جهان دقیقاً تمام این قفلات و زنجیرها باز میشه. این رفاه همگانی است. این خبری که بنده در مورد اقتصادی دادم، گفتم آقا ثروت 1500 تریلیون ضرب در هزارش بکنید برای کل جهان میشه آسفالت رو تلاریخ. این حقیقت وجود داره. پس چرا مردم گرفتارن؟ چون ما دیگه لقمه مادری نزایده بوده بیاد اینا رو بگه و اگه میگفته بمبارانش میکشتنش. ولی الان آقا راحت بگیم آقا پروردگار هم کرده ما میگیم ثروت زیاده. ملت ایران بدونن از ورود بنده هیچ بشری تو ایران و حتی تو جهان گرفتار مالی نباید داشته باشه، نمیدونم بره زندان به خاطر بدهی، نمیدونم بچهش مریض پول نداره بره دکتر، معلم پول نداره بعد میخواد بره بچهای مردم درس بده، تو زندانا رو پر بکنی برای 10 میلیون 5 میلیون چک. ای پیامبران بودن، ای پروردگار بوده، این معنویت اگه بوده بنده باش جنگیدم. یعنی گفتم پروردگار تو اینی کاره، آقا ما با تو جنگ دارم، جنگ چیزی که نمیتونم اسلحه بیارم ولی میخوام با هم گفتگو جنگی بکنیم. تا بالاخره یه جایی برای بنده جواب اومده، اسناد ماورای اومده که نه آقا جون
حالا شما که ارز بقانه چرا گیر دادی به ما؟ توی 7000 سال کسی اینا رو نگفت. حالا ما رو ول میکنی، جنگ میکنی فلان. ما هم که جرئت نداریم چون ما اومدیم فقط خیر بدیم. خب شما حالا گفتی باشه بیا تا به حقیقت بگیم. این حقیقتی که اتفاق افتاده برای بنده فقیر. ولی سخت بود. ولی انشالله با ورود به ایران آزاد میشه و هیچ مشکلی تمام بشر رو زمین دیگه نداره. امنیت برای همه باید برقرار بشه. آقا مسخره بازی چیه؟ شما ببینید یه نکته مهم بهتون میگم. در زمین در تاریخ اول و ازلش انسان ها، ما کدای ما، هیچ انسانی رو زمین که سالمه مثل من و شما الان اینجا نشسته با هم صحبت میکنه اصلا امکان نداره. حتی میخواد پشه ای را بزنه از خونش بیرون کنه، حتی یه حیوانی بهش حمله میکنه میخواد او حیوان از خودش دیر کنه، براش سخته. ولی دیگه مجبور خب حیوان گرگ حمله کرده مثلا چوبی چماقی بزنه یا به قول اسلحه. ببینید هیچ انسانی تو زمین این کلامات که توی 40-50 سال گذشته از کارهای تروریستی اینو انجام میشه، هیچ بشری توی 7000 سال جرأتش نداره که سالم باشه، میتونه چای غذا بخوره، میتونه مثل بنده و شما رو اینجا بشینه بعد بره توی کافی شاپ در رفاه باشه، ولی بیاد چیکار کنه؟ کار خلاف چیزی انجام بده، حتی یه کسی رو آزار بده، چه بسا برسه بمب خودش ببنده بره بکشه و انفجار خودشونه. اینها تمام شیطان خدایی است. تمام کار تروریست، حداقل ما که زنده بودیم توی 45 سال با چشم اینا همه را میسازن. همین کار تروری که همین اخیراً در ایران تو بلوچستان و منطقه جنوب کشور ما شد که 10 تا از نیروهای امنیتی کشور زحمت کشید، فرزندان اونم که و خود اونم اسمش میذارن تروریست کشته شد. او که به عنوان تروریست حمله کرده بود با کد شیطانی، با سحر و جادو و با دارو ویژه‌ای که الان وجود داره، بنده همه دارو را بازدید کردم در اون مقر همون 1% جهان. یعنی اینها به طرف آب میدن و یه دونه قرص بهش میدن و او دیگه کار پروردگاره که متوجه او قرص بشه نخوره. انسان ها نمیتونن، یا حتی او غذایی که بهشون میدن. و این میشه که او طرف بیچاره الکی یا تو این مجلس میره روسیه این همه نفر میکشه وارد او کنز، یا اون طرف میره تو اسرائیل آدم میکشه. اینا تمام با دارو ایناست. هیچ کدوم اینا مثل بنده و شما عادی نیست. اصلا عادی نیست. نمیتونه غذا بخوره، چای بخوره، بیاد بره این کار بکنه. اصلا امکانش نیست. تمام کار 11 سپتامبر او هواپیما رو میزنن، خودشون کنترل میکنن. هر قتل و جنایتی به اسم تروریستی داره در سر تا سر این لوکیشن ما میشه، اینا ساختگی است و تمامش با اینه. ولی آدم سالم، بذار راحت بهتون میگم، توی 7000 سال کسی میخوایم لخت اوریانش کنیم. این چیزی که الان بنده اومدم به کل جهان معنوی اقتصادی مادری نزاییده. چون تا که به این رفاه رسید، چا میتونه از این فضا استفاده کنه، چا میتونه یه دست لباس خوب داشته یه غذایی بخوره، اتفاقا میره تو لاک خودش و میگه من چیکار دارم، اصلا بابا ننه که ولش کن، اصلا زن و فرزند کیه دیگه، تازه نمیاد به مملکت فکر کنه یا به بقیه جهان. این حقیقته. ولی اگه یه فقیری مثل بنده میاد، بله مأموریت نیروی سومه، من اومدم این خبر به جهانیان بدم. خیلی سنگینه، استخون شکنه، وحشتناکه، ولی گفتیم و ایشالله 2 اردیبهشت میایم دیگه. کتابا شوخی نی، 8 جلد کتاب، چندین هزار اسنادی که اینا رمزگشایی که شد، ایران، منطقه و جهان به حقیقت خواهند رسید. بعد وقت حتی میفهمن معنویت حقیقی چیه، خدا کجاست، اصلا میتونن برن باش صحبت کنن خودشون. واسطه نیازی، پیغمبر نیازی، کسی مقدس نیست. پول میخوان، خب پول هست. وقتی پول هست پس دیگه جنگ نیست. وقتی مردم به هم نیاز ندارن با هم دعوا کنن، کلانتری نیست، قاضی نیست بولی. ولی اینه شیطان خدایی نمیخواسته. خدای شیطانی هم میخواد ارائه بده. خب متاسفانه پذیرفته بودن 96 جوری 3% جوری فلان. الان یه درصدی شکست خورد. یه فقیرم که فقیرترین انتخاب کرد، آقا بیا شما قبول میکنی مثل تروریستا نباشی، لذت ببری، جای خوبی داشته باشی، بعد حرف بزنی، نترسی، تندی نگی بابا این خونه، ما این خونه به این خوشگلی تو تهران، تو اصفهان، تو تبریز، الان تو ترکیه، تو اروپا میتونیم بریم، ماشین داریم، پول جیبمون پر پوله، زن و بچه‌مون الحمدلله همه چی زیبا، همه چی خوب. قبول میکنی یا میخوای دنبال اینا باشی؟ بنده فقیرم در دادی گفتم ما قبول میکنیم. حالا اگه آتیش بزنن خب بزنن دیگه، ما قبول میکنیم. این شد که بنده قبول کردم. هیچ بشری رو زمین این دجال، آقا اصلا چرا ارتشا، آقا چرا یارو محافظ داره، چرا؟ خب ترس دیگه، برای که
تو مسیر شیطان خدایی داره زندگی میکنه. اگه در مسیر خدای شیطانی بود آقا راه میفته تو خیابون فلان. اصلا رهبر یعنی چه؟ خب در خونه رهبر یعنی پدر جامعه، در خونش باید باز بشه، همه بیان سلام علیکم حاج آقا. ها رهبر معظم که شاهنشاه نمیدونم والا مقام، که والا مقام به جز خود عالم بی انتها و حالا او پروردگار گرداننده این عالم بی انتها، اون میتونه مثلا بگی والا مقام. نه یه فقیر مثل ما رو زمین فلان آقا دندونش در میمیره دو بدنش میخواره نمیتونه نخارونه، باید ادعای تکبر. تو پدر، پادشاه، رهبر جهان، رهبر معنوی خصوصی باید تو میدون وسط مردم باشه، تو بره تو چون اینا آقا چیکار داری؟ آقا مشکل تو چیه؟ دوش من سنگین کرد. نه بره توی اتاق قایم بشه و 20,000 نیرو، بعد تازه از داخل کشورم هی موشک بسازه که بغلیا رو بترسونه. آمریکا میگه من اینقدر اتم دارم، شوروی میگه من اینقدر. خب اینا ترسوان دیگه، اینا چه معنویتی دارن؟ چه اقتصاد درست و سیاستی؟ پس آقا جون خلاصه همه دجالن. اون دفعه گفتم آقا همه هم گناهکارم، بندم گناهکارم، ولی این مأموریت قبول کردم. این حقیقتی که بود. امیدوارم ان شاءالله دیگه بقیه شده. چقدر فکر کنم زمان زیاد شد، شما اذیت سوال باز داره ما مطرح شد. چقدر 1 ساعت شد. خب 1 ساعت دیگه فکر کنم که حداقل بتونید اینو 2 تا نیم ساعته بشه که بتونیم به مردم عزیزمون بفرمایید. سوال آخر. این 2 روزی که توفیق دیدار شما رو داشتیم بود متوجه شدیم شما واقعا اصلا تقریبا شبا نمیخوابید. این انرژی عشق و اینا از کجا میاره شما جان محمدی؟ یعنی اصلا دیدیم، ما از نزدیک دیدیم شما رو، باهاتون بودیم، بعد دیدیم تا 2 نصف شب با ما بودین، این توفیق نصیب ما شد. بعد دیدیم دوباره 5-6 صبح 7 صبح دیگه بنده فقیرم دیگه. این فقرا رو من یه دفعه اینو گفتم، این سوال خوبیه. حالا ایرانم فقیره، خب شما یه فقیر، یه ضعیف ظاهری هم فقیره دیگه. شما میرسید بالاخره یه محبتی میکنید بشه. شما خودتون اصلا امکان نداره یکی رو ببینید ضعیفه، بالاخره دلتون طاقت نداره. همه بشر هم میجورن. خب حالا بنده که فقیر کل این تاریخ 7000 سال گذشته هستم و شاید در آیندهم باشم، باید از این به بعد ببینیم. خب حالا این 8 میلیارد ملت ایران جهان خب دلشون به حال بنده فقیر میسوزه. این انرژی اونا انتقال میدن به بنده فقیر که بله این حقیقت هم داره. خود من یه وقت شده 3 روز و 3 شبانه روز من تخصصی علمیشه برای چند ساعت میشه من نخوابیدم. بعد اونایی هم که با منن به قول شما با این رفتم با یکی جلسه، او خواب بیدار شده اومده با من گفت، اون شبونه دید گفت محمدی این ساعت با ما بود، دوست دارم گفت آقا تو که صبح هم با ما بودی، او یکی گفت عصری هم با ما بوده. گفت آقا تو رو خدا قصه چیه؟ بنده الان 50 سالمه با زبون ساده پنچر شدم. شما دیگه دارید مثلا الان ما دیگه داریم نزدیک 60 میشیم دو ماشاءالله. چابکی شما رو میدیدم، شما میدونیم پله های مترو و فلان. بعد یه بعدم غذا نمیخورم، یه بعدم ولی من دیگه یه پرس غذا میخورم که همه میدونن و صبحام چند تا لیوان آب و چند تا بادوم. گفتم خب این به علت فقر بنده است و محبت شماست که او انرژی رو میدی که بنده بتونم یه حقیقتی. فقیر بودم، تو بار گذاشتن رو فقیرم دیگه، رو دوشم بوده. شما یک کارگرم چی براتون میاره، یه آبی خوراکی یه هدیه بهش میدید، به قول عربا میگن اکرامی، خودمون ایران میگیم انعام بهش میدید. شما ها ما فقیریم، بار رو دوش ما گذاشتن، به ما یه انعام دارید میدید، ما با این انعام انرژی میگیریم دیگه نمیخوابیم. حالا ملت ایران، منطقه و جهان و 8 میلیارد و گذشتگان 7000 سال همینطور که از این قبرستان، تمام قبرستان های استانبول بدون استثنا من رفتم و درود و سلام بر این رفتگان خاک دادم و گفتم تشکر میکنم این استانبول زحمت کشیدید، درخت‌ها رو کاشید، درخت 5000 ساله اینجا. بندم فقیرم اومدم زیر این سایه از این درخت‌ها خوشم میاد، اومدم از شما از این لب قبرستون. بارها بوده دوستان با ما بودن، گفتم بیا بریم اینجا قبرستونه ببینیم، اینجا زیبام هستن، خوب فضا سبزم. میرم ازشون تشکر میکنم، یعنی از گذشتگان. اینه که بنده او ارتباط دارم. پس گذشتگان این سرزمین آناتولی هم بالاخره با ما رابطه‌ای دارن، میبینن ما فقیریم، دلشون میسوزه به آیندگانشون و به اینایی که اصلا یه جوری سفارش میکنن. آقای بنده خدا گناست تو مترو این ور اون میاد، مثلا من میبینم با چشم محبت به آدم نگاه میکنن، یا حتی تاکسی رو که میرم، یا حتی ماشیناشون رو میرم. و این حقیقتیه که هست. بله شما وقتی فقیر شدید و ذلیل شدید، خب انرژی دیگران قدرتمند برای شما انرژی میرفسن، رفتگان برای شما انرژی میرفسن. اینه که شما اینجوری میشید. بله حالا ما تو کویت هر کسی زندگی کرده تو سن 30-40 سالگی 100 تا مریضی میگیره و دست آخر هم فوت میکنه. ما تو گرمای 50 سختی هم که کشیدیم، توبولا کف دستمون هم هنوز چی نشده، ولی
دکتری هم به ما محبت ما رو تست میگه آقا شما کجا زندگی میکنید؟ حالا فکر میکنه مثلا من بچه یه پادشاه کسی اون تو گهواره منه، میگه آقا آزمایشای جوری مثلا یه روز آقا یه رو قند شما کم چی داد، حالا همون روز ما رو برد گفت قند، آقا من اومدم ما بعدش آقا اون ناپدید شد. گفتم والا نیرو سوم به ما گفت الان برو چک کن. حالا ما چی؟ ما چای نبات ایرانی زیاد دوست داریم. گفتم همونم نخورم. گفت تمام شد اون نخورده چوکی. ولی این عشق مردم ایران و منطقه و جهان به علت فقر بنده به من میرسه که در اون لحظه میاد بنده را تو مرز اون نجات میده و این انرژی میده که من توی پله ها چقدر خوشحال توی مترو میرم. خب من عاشق این مردمم. اونا نگاه میکنن یه فقیری هم بیچاره داره اینجا تو مترو میره، میگن گناست دیگه. حالا بعدم متوجه میشم تازه که ترکی هم بلد نیست یا حالا ایرانی یا هر جای، بعد این انرژی اوناست که میتونه انسان حرف بزنه. این حقیقتی که هست و همه میتونن از این انرژی هستن. ولی گفتم یه کمی باید از این کرسی بیان پایین. آره یه کمی از بالا نگاه نکنن، بذارن دیگران از بالا به آدم نگاه بکنن. ما باید خودمون رو بیاریم پایین. وقت اومدیم پایین انرژی رو میگیریم. او که بالا وایساده رفته بالای درخت قدیما گردو میچینه، شما پایینی دیگه، چرا برید درد صدری با درخت بالا؟ اون از گردو رو میزنه تو پایین، بشین بشکن و بخور. فقیری دیگه، ضعیفی نمیتونی بری رو گردو. اصلا آب جایی میاد پایین. آبم جایی سوار میشه که زبونی هامبار. شما میخوای آب بارو کوبری دردسر، الان باید موتور بذاری لوله کشی بکنی، کلی هزینه داره. هموار که باشی و افتادی زمین راحت همه میان کنارت بلندت میکنن. این حقیقتی است. موفق و پیروز باشید. خیلی خوشحال شدیم. بنده از تمام ملتمون، از مردم منطقه جهان واقعا دوست دارم همین صحنه‌ای که کنار هم باشیم، ولی ما زمینی هستیم امکانش نیست. و بعضی از عزیزانم که اینجا گهگاهی اومدن و نیروی سوم حقیقتا اجازه نداده ملاقاتی بشه، تک و توکی همچین چیزان بوده، ولی خیلی هم اومدن عزیزان شما چندین بار ما با هم ملاقات. اونم دست بنده فقیر نیست، یا بنده فقیر زبان اونا را نمیفهمم بلد نیستم، یا اونا ماشاءالله چون دانشمندن زبان بنده الکن و فقیرانه متوجه نمیشن که ملاقاتی انجام نمیگیره. و الا آقا ما گفته بودیم هر کسی میتونه بیا، ما آقا کف خیابونای استانبول داریم میچرخیم، بالاخره این مملکت همه دارن میبینن 4 تا دوربین توش هست، بالاخره حکومت هست، پلیس هست، امنیت. ما کف خیابونای، ما حتی ماشینی که عزیزی لطف کرده، اصلا ما فقیریم، ماشین مثلا ساعت بالایی رو از روز اول آورده در یه پارکینگ اینجا گذاشته سال 2013 و تا الان اگه من بگم 13 بار از اون پارکینگ بیرون نیومده و اونا هم از دست بنده گله میکنن که فرزند ما ماشین دادیم که شما در استانبول یا ترکیه باش سفر بکنید. گفتم بنده به خدا من حلال کنید، ببخشید. ببینید بنده فقیر بودم، جزء 96 هم نمیتونم عزیزانم در مترو ترکیه در این اتوبوس ها ترک کنم. من میخوام اینا رو ببینم، من باید اینا رو باشون حال کنم. این ماشینی که شما محبت کردید، خب بنده که توانایی ندارم، اصلا همچین ماشینی هم که من دوچرخه‌ای هم اگه کسی به من میداد هزار بار ستایش پروردگار رو شخص نمی‌کردم. ولی این ماشین من بخوام که چی، مثلا شما محبت کردید ولی تو رو خدا یا ببریدش یا نمیبرید، هم تو پارکینگ افتاده. یه عزیزی گاهی از پارکینگ میاره بیرون، تمیز میکنه میذاره سر جاش، و اون چند بارم که اومده بیرون به خاطر خود عزیزان، یعنی بنده چیز نکردم. و خب ماشینای دیگه تو پارکینگ برای ما عزیزان آوردن گذاشته بودن. راننده محبت که آقا بنده حاج آقا گفتم قربونت برم، من خودم راننده شمام، خادم شمام. راننده چی؟ منم رانندگی یاد گرفتم، بچگی قلبی کم چی بلدم. شما بذارید ما با همین مترو و اینا بریم حالش بهتره. و یه بنده خدا مثلا یه خواهری ماشین گذاشته ما رو ببره، من گفتم خواهر شما برو باش بگردین، حالا هر وقت من نیاز داشتم میگم من نمیشه اینجا تو تاکسی بذاری. بعد گفت برای چی تو تاکسی؟ گفتم من میخوام یه برادرمون رو حتی با زبون بلدم مثلا با فارسی بهش میگم رانندگی خوبه، تاکسی خوبه، چند تا فرزند دارید فلان، من شما رو دوست دارم اومدم اینجا، شما من ایران عرب فارس همه یکی هستیم. گفت خب قربونت برم، یعنی من ببرمت مثلا ببرمت یه جا شلوغ باشه بهشون میگم. گفتم نه خب عزیزم اون میایم تو ماشین میشیم دیگه 2-3 نفری مثلا فوقش 4 نفر، ولی اینجا حداقل توی مترو چند هزار نفر جابجا میشه تو ایستگاه‌ها که پیاده میشیم. و اینی که بنده همش یه جوری دوستان میگن آقا شما همش چی میخوای از این مردم، از اون جاهای شلوغ شهر تو بازارا میرم
و خب عشق هم در اینجا و اون چیزی که نیرو سوم نشون میده مدام دعاشون و میکنه. بله دیگه ما همیشه دعاییه بنده خدای گفتم صحبت عرفان گفتیم ترکیه مال بنده است جهان من مالکشم اون فکر که سند ساختمان جمعه ولی این سند ساده است وقتی من مدام دارم 12 ساله برای مردم این سرزمین دعا میکنم آقا این با زبون ساده یعنی من مالک اونام من نمیدونم که شهر برسونم مگه اومدم کلا بذارم اومدم خونه‌شون رو بگیرم اومدم ملکشون رو بگیرم اومدم جنگ ایجاد کنم قتل عام را بندازم مالک قلبشون. من مالک قلب اونا هستم من در دل این بارون میباره برای مردم برای این شهر شبانه روز دعا میکنم برای مسیرایی که میرم دعا میکنم از اینجا تازه به کل جهانم دعا میکنم خب معلومه که جهان مال بنده است ها آقا چقدر ساده مگه من رفتم جنگ من بکشمشون تروریستم قاتلم نفرینشون میکنم مالکیت این عزیزم نه که ساختمان یا بزنن سند ترکیه مال سعید محمدی دورکی من با اون آدمایی که 80 میلیون چقدر تو این جهان با اونا کار دارم با اونام فقط عشقه قربونت برم گفتم پیری مادرمی پیری پدرمی کوچیکی پسرمی بزرگتری برادرم تمام شد مالک هستم یا نیستم این منظور من از مالکیت بر ایران یا منطقه و جهان هست نه مالکیت سندی حالا مالکیت سندی هم بله اینم بگیم خلاص به من دادن یه مالکیت سندی هم در مستوای تمام این جهان و این لوکیشن اونم هست ولی ما حالا اون ادعا نکردیم اون در ایران میاریم سندش ارائه میدیم میگیم از ولی بنده توان چه ندارم شماها بیاد چون من اونا رو بلد نیستم سوادش ندارم شما بیاد برید از اون مال استفاده اون معنویشه بنده پذیرو موفق و پیروز باشیم خیلی خوشحال شدیم سپاس فراوان از و وقت فرصتی واقعا سعادتی شما هم زحمت کشیدید و اینم چی بله ما با 96 بودیم و با 96 هم خواهیم موند و برای اون 4% هم دو مرتبه خیر و سلامتی میخوایم که کمک بدن به 96 و بذارن جهان در مسیر زیبای عظیم خودش که بی انتها از معنوی اقتصادی و سیاسی حرکت بکنه و 2 هفته دیگه هم ان شاءالله در تهران خدا رو آزاد خواهیم سپاس فراوان قربون شما خدا نگهدار مرسی شب خوش